به نام خدا. بنده باربد قاسمی، یک سرباز به عنوان یک سرباز فراری یه پیام کوبنده‌ای به آقای نتانیاهو دارم. آقای نتانیاهو، شما فکر کردی که زرنگی تو تهران، تو دل تهران ترور میکنی؟ اونا مهمان ترور میکنی. من درست خدمت نرفتم ولی باهاش خدمت ندارم که داشت برسه میام وسط ترابی ترورت میکنم، رو رخت خواب تو خواب ترورت میکنم. فکر نکن که مثلا زرنگی و مادی زدی رفتی. این زدن رفتن تعاون داره. هم منتظر من باش که یعنی یه کابوس برد میشم. مطمئن باش من میام دنبال این کابوس سرد باشه که یعنی توی رخت خواب راحت نداشته باشی. ترورت میکنم. من میگم باربد. الله اکبر. الله اکبر.